این حدیث از مادر مومن ها حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است که گفتند که وقتی که اینها به یک مکان رسیدند با نام سریف بین مکه و مدینه هست، ولی به مکه نزدیکتر است. پیش از آن که به مکه درآیند در یک مکان بودند که نام آن سریف بود و در این حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد حضرت عایشه در آمدند که حضرت عایشه گریه میکردند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که به تو چی شد؟ انفستی با ضم نون هم آمده است، با فتح نون هم انفستی مگر تو حیض دیدی؟ حالا آن که در اینجا کلمه نفاس آمده است. نفاس خونی که بعد تولد می آید، اما حیض خونی که هر ماه این عادتی زنها هست. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای کلمه حیض کلمه نفاس را استفاده بردن که این دلالت میکند برای جایز بودن استفاده این کلمه به جای کلمه حیض. انفستی برای چی گریه میکنی؟ مگر تو حیض دیدی؟ قالت نعم، گفتن که آره. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون تسلیه، یعنی همچون یک دلبرداری گفتن که این هذا امر كتبه الله علی بنات آدم، این یک امر است که الله تعالی این را به دختران حضرت آدم حتمی گردانیده است. یعنی این خاصی تو نیست که تو به این گریه کنی، این به تمام دختران حضرت آدم علیه السلام الله تعالی این را تقدیر کرده است. و مفسرین بعضی علما میگویند که وقتی که حضرت آدم و همسرشان حوا از آن درختی که الله تعالی در جنت از خوردنش منع کرده بود آنها تناول کردند، بعد الله تعالی گفت که برای چی ای آدم مرا گناهکاری کردی، از این درخت تناول کردی؟ گفتن که حوا مرا مجبور کرد، یعنی همسرشان. بعد الله تعالی به حضرت حوا این خون را داد و گفت که اکنون این گفت تا روز قیامت به دختران تو نوشته شد. یعنی هر ماه عادت میبینن، حتی ببینید بعضی ها بیماری مینامد و حالا که وای سلامتی هست. برای آنکه زنی که عادتی ماهانه ندارد او زن بیمار است و زنی که ماهانه دارد و ای زن زنی درست است. اگرچه این بیماری هست لیکن در حق زنها این سلامتی هست. خلاصه این خون الله سبحانه و تعالی داد برای زنها که از رحم آنها جاری می شود هر ماه به قدری هر یک زن عادت الهیده دارد و وقتی که حامله دار می شود جنین از این خون، یعنی برای جنین این طعام می شود و وقتی که به دنیا تولد می شود این خون مبدل به شیر می گردد. این رد به آنهایی که گفتند که حیض از دخترهای بنی اسرائیل پیدا شده است که آنها در مسجد بیادابی کردند، بعد الله تعالی آنها را جزا داد میکنن. این رد به آنهایی که چنین اعتقاد کردند که گویا دختران حضرت آدم، حضرت ابراهیم، آنها یعنی تا زمان اسرائیل، یعنی تا زمان پدر یعقوب نبود گویا که خون. نه، این حدیث دلالت میکند که خون از زمان حوا علیه السلام بود، ولی بعضی علما جمع بین دو روایتین کرده گفتند که فقط بنی اسرائیلی ها را مدت خونهایشان را الله تعالی دراز کرد. 3 روز نه بلکه 7 روز، 8 روز، 10 روز خون میبینند گفتند.